پیغمبر اکرم یه بار به مردم فرمودن لا یزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع. قدم کسی در قیامت حرکت نخواهد کرد مگر اینکه درباره 4 چیز جواب مثبت. 1. این 70-80 ساله عمر تو چیکار کرد؟ اونم 2 تا جواب داره. یا باید به پروردگار بگه همشو خرج گناه کردم، یا باید بگه همشو خرج درست و خرجی مطابق با خواسته تو کردم. و من شبابک فیما ابلیته، جوونی تو کجا به پیری رسون. و ان مالک من عینک تصبته و عین وضعته، از درآمدای مالیتونم میپرسن. 4. و ان حبنا اهل البیت، از وابستگی شما به ما اهل بیتم میپرسن که شما در دنیا که بودید خبرم از اهل بیت داشتید، شیعه بودید، حالا چگونه شما ارتباط با اهل بیت داشتید؟ یه نفر از اونایی که تو جلسه بود از پیغمبر اکرم پرسید نشانه ارتباط با شما چیه؟ نشانه ارتباط با ما امیرالمؤمنین، یعنی شما اگه علی رو قبول دارید 11 فرزندش هم قبول دارید. اگه علی رو قبول ندارید مثل غیر شیعه، نه 11 فرزندش هم قبول ندارید.